نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در این برنامه انشاءالله با بعضی از موضوعات در خدمت شما عزیزان هستیم و قبل از اینکه وارد موضوعات برنامه بشیم، همه شما عزیزان شاید اطلاع داشته باشید که دیروز زلزله شدیدی در بعضی از مناطق شرق افغانستان رخ داد که تعداد زیادی از عزیزان ما در این مناطق به شهادت رسیدند و صدها نفر زخمی هستند. از بارگاه الله سبحانه و تعالی برای کسانی که در این مصیبت جان خود را از دست دادن بهشت برین و مغفرت و رضوان الله سبحانه و تعالی را خواست داریم و برای باقی ماندگان این عزیزان و بازماندگانشان صبر جمیل استدعا می کنیم. الله سبحانه و تعالی مصیبت ها را از سر امت اسلامی دور بکنه. و در اینجا یک نکته لازم است که بگیم که شاید خیلی از علما و خطبا در این روزها در مورد زلزله و عذاب الله سبحانه و تعالی و این مسائل صحبت میکنن، اما یک نکته رو باید بهش اشاره کرد که الله سبحانه و تعالی این جهان را بر اساس یک نظمی آفریده است و مسائل مانند زلزله و اینها، سیلاب، اینا یکی از اسباب آن سهلنگاری خود بشر هم میتواند باشد. در مناطقی که در اونجا امکان وقوع زلزله هست، باید انسان ها و خاصتا مسلمان ها که در این امور تاکید شده که باید تدابیر رو اتخاذ بکنن، خانه‌های خودشان رو طوری درست بکنن که در مقابل زلزله و آفات طبیعی پایدار باشد و احتیاطات لازم رو باید همیشه در نظر بگیرن. و قضا و قدر الهی به وقوع می‌پیوندد و در مقابل ما نمی‌توانیم چیزی بگوییم، اما گرفتن تدابیر و احتیاطات لازم وظیفه هر مسلمان است. خب دوستان عزیز، اگر به یاد داشته باشید در هفته گذشته در مورد دوستانی باز کردن مسئله صفویت رو و جنایات صفویت رو در بارش کمی صحبت کردیم. در این هفته با این موضوع شروع میکنیم برنامه رو و در لابلای برنامه انشالله عزیزانی که دوست دارن در این مورد صحبتی داشته باشن، انشالله حرفای اون عزیزان رو هم خواهیم شنید. آنچه که پیداست از تاریخ صفویت، گرچه یک نوع سرپوش گذاری عمدی وجود دارد در ایران بر قضیه جنایات صفوی ها و اینکه چه جرایمی رو در طول حکومتشان بر مسلمان ها روا داشتن، اما با این وجود تاریخ نویسانی جسته گریخته در داخل ایران در مورد جنایاتی که اینها انجام دادن صحبت کردند و بعضی از تاریخ نویسان منصفی هم در خارج
در مورد این جنایت ها صحبت کردن و واضح و آشکار است که این حکومتی که هرگاه بر اساس عقیده رافضه‌گری بنا یافته باشد، چه صفوی‌ها در ایران، فاطمیون در مصر، آل بویه و هر حکومتی که اینا در طول تاریخ درست کردن، حتی جمهوری اسلامی که اخیراً در این قرن در ایران تأسیس شد و بر اساس مبانی مذهب رافضه‌گری تأسیس شده است، از هیچ جنایت و ظلم و ستمی بر علیه مسلمانان و بر علیه انسانیت و خاصتا بر علیه اهل سنت دریغ نکردند. شاهان صفوی، شاه عباس، شاه اسماعیل، شاه طهماسب، همه اینها شاهان جنایتکاری بودند که وحشیگری هایشان، خونخواری و جنایت هایشان از هیچ انسان عاقلی و منصفی پوشیده نیست. در ایران قدم به قدم به هر شهر و دیاری که اینا دست یافتند در اونجا قتل عام کردند، جنایت کردند و یک قانونی صادر کردند بعد از اینکه مذهب شیعه اثناعشری رو مذهب رسمی دولت اعلان کردند. قانونی رو صادر کردند که همه اهل سنت باید به زور قبول بکنن که شیعه بشون و قضیه سب صحابه رو علنی کردند و هر کسی که سب صحابه نمی کرد او رو می کشتند و برخورد خیلی زشت و زننده‌ای با عموم مسلمان ها داشتن. در کتاب من این رو خدمت شما عزیزان در صفحه 25 دوستان عزیز اگر این رو نشون بدن، در صفحه 25 تاریخ صفویت در صفحه 26 در مورد تغییر مذهب در اینجا یک بحثی داره و صفحه 25 شروع میشه که اولین شاه صفوی شاه اسماعیل اول ترویج تشیع رو اعلان کرد و مذهب رسمی کشور رو شیعه اثناعشری اعلان کرد و در اون وقت فکر بکنید که در این کتاب ذکر میکنه اینجا که 2/3 مردم تبریز در اون موقع سنی هستن و وزرای صفوی به اونا میگفتن به شاه عباس که میترسی مردم بگویند که فرمانروای شیعه نمیخواهند و اگر خدای نکرده مردم از قبول تشیع خودداری کنند چه کار میتوانی بکنیم؟ پاسخ شاه اسماعیل سازش ناپذیر بود. او میگفت مأمور انجام این کار است و خداوند و امامان معصوم امرای اویند و از هیچ کس هم باکی ندارد. او میگفت بیاری خدا اگر رعیت حرفی بگویند شمشیر میکشم و یک کس را زنده نمیگذارم. و در اونجا میدونید که در مناطق آناتولی هم یک بسیج ارتشی تازه نفس در مناطق کوهستانی آناتولی انجام داد. در داخل سرزمین عثمانی‌ها و در جنوب شاهزاده دیگری که آق قویلونیلو سلطان مراد ارتشی مرکب از 7000 تن در اختیار داشت که تقریبا 6 برابر بیشتر از کل نیرویی بود که اسماعیل میتوانست وارد نبرد کند. در اینجا واضح و آشکار اعلان میشه که کسی که میخواست در مناطق عثمانی‌ها مداخله بکنه و نشر تشیع رو در اونجا به زور انجام بده شاه عباس اول بود. بر صورت یک برنامه بسیار خطرناکی رو شروع کرد که بر اساس اون باید همه مناطقی که سنی بودند رو به زور باید شیعه بکنن. این کتاب رو خدمت دوستان عزیز معرفی میکنم، این رو به دست بیارن. ایران عصر صفوی، نویسندش راجر سیوری است، ترجمه کامبیز عزیزی. مطالب مهمی در این کتاب هست که حتی انتشارات در داخل ایران این رو چاپ کرده در سال 1363. حالا خودتون میدونید که به ترجمه های اینها هم زیاد نمیشه اعتماد کرد، اما این کتاب در
داخل ایران چاپ شده و حقایق زیادی رو در مورد جنایت‌های صفوی‌ها در این کتاب ذکر میکنه. به هر صورت دوستان عزیز، موقعی هم که در ایران مردم رو به زور شیعه کردن، صفوی‌ها حمله کردن در سال 1914 که شاه اسماعیل بغداد رو میگیره و جنایتی رو که در اونجا انجام میده سابقه نداشت. یعنی بعد از مغول شهر بغداد این چنین جنایتی رو شاهد نبود. هزاران نفر از اهل سنت رو قتل عام میکنن. مورخان نوشتن که در یک روز حدود 7000 نفر از علما و فقها و مردم عادی رو قتل عام کردن. شما میدونید در اون وقت در مورد بغداد که صحبت میکنیم مرکز علم و ادب در نزد اهل سنت محسوب میشد که ابن طولون دمشقی در جلد 1 صفحه 247 از این قتل عام ذکر میکنه. ابن فهد حلبی در لحظ الالحاظ به ذکر ما فی بعض الحوادث در صفحه 123 این مطلب رو ذکر میکنه. بعد از اون در مناطق که اینا سیطره میکردن در داخل ایران و خارج ایران، در تبریز، اصفهان، بسیاری از مساجد اهل سنت رو ویران کردن، تبدیل به حسینیا کردن، تبدیل به تکایا کردن و خیلی از مساجد تاریخی که به نام صفویت هست اینها در حقیقت مساجد اهل سنت بودن که تبدیل به حسینیه شدن از طرف اونها و مدارس علمی اهل سنت رو میبستن، کتابخانه هاشون رو با آتیش میکشیدن. دکتر احمد کسروی در تاریخ مشعشعیان و صفویان در صفحه 39، اسکندربیگ ترکمن تاریخ علماء عباسی جلد 1 صفحه 78 این مطالب رو ذکر میکنه. یکی از جنایات بزرگ اینها قتل علمای بزرگ اهل سنت بود. مانند قاضی برهان الدین رو در تبریز به جرم دفاع از خلفای راشدین کشتن و مسلح کردن. گروه زیادی از علمای شافعی، حنفی در هرات، شیراز زنده در آتش سوختانده شدند. شما تصور بکنید شهرهایی مثل یزد، اصفهان، شیراز، اینها شهرهایی بودند که بیش از 90% اهل سنت بودند. حتی تبریز بیش از 75% اهل سنت بودند که همه این شهرها رو اینها با قتل و کشتار و سوزاندن مردم اونها رو به زور یا شیعه می‌کردن و کسی هم که رد می‌کرد می‌کشتن. که تفاصیل این جنایات رو در تاریخ صفوی صفحه 130 نویسندش مینورسکی در اونجا ترتیب این رو نوشته و راجر سیوری هم در صفحه 50 کتابش در این مورد مفصل صحبت کرده. اجبار مردم به سب صحابه یکی از عملکردهای دیگر ایناست که شاه اسماعیل و همچنین جانشینانش همه مردم رو مجبور میکردن که در بازارها و مساجد خلفای راشدین و امهات المؤمنین رو لعن و نفرین بکنه و هر کسی هم که کوچکترین مخالفتی میکرد گردنش رو میزدن. یکی از بزرگترین جنایت‌های اینها اتحادشان با صلیبی‌ها بود. صفوی‌ها به خاطر اینکه در مقابل امپراتوری عظیم عثمانی قدرت ایستادگی نداشتند، به خاطر همین با صلیبی‌ها همدست شدند و یکی دیگر از اهداف همدستی و همکاری با صلیبی‌ها این بود که جلوی پیشرفت مسلمانان اهل سنت و جماعت رو به طرف اروپا بگیرن و اگر صفویت نمی بود امروز شاید همه کشورهای اروپایی مانند آلبانیا و بوسنی و اینها همه مسلمان می بودن. و به همه عزیزان آشکار است که در دوران صفویه بود که خلیج، همین خلیج فارس که میگن، این رو کلا در اختیار پرتغالیا قرار دادن. جزیره هرمز، سواحل دو طرف خلیج رو این رو در اختیار پرتغالیا قرار دادن و از همین راه بود که پرتغالیا جده رو اشغال کردن که در عربستان امروز است و آمادگی گرفته بودن برای حمله به مکه و مدینه و اشغال مکه و مدینه. حتی تصمیم گرفته بودن که جسد
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو از اونجا از قبرشون بیرون بیارن و با خودشون ببرن، که الله سبحانه و تعالی مسلمانانی رو مسخر کرد، چه از ممالیک در مصر، چه از نیروهای دریایی که عثمانی‌ها داشتن که جلوی این جنایت گرفته شد. عباس اقبال آشتیانی در تاریخ ایران بعد از اسلام صفحه 530 به این مطالب اشاره میکنه و جنگ‌های خونین دیگری رو هم اینها راه اندازی کردن، حمله کردن به سرزمین‌های عثمانی‌ها و تهدید سرزمین‌های عثمانی‌ها. یکی از جنایت‌های اینها بود که در سال 92 هجری یا 1514 میلادی یک جنگ عظیمی رو بین عثمانی‌های سنی مذهب و صفویان شیعه مذهب به راه انداخت که هزاران نفر مردم از دو طرف کشته شدند و جنگ‌های بسیار شدیدی در بین اینها رخ داد که در ابن ایاس در بدایع ظهور جلد 4 صفحه 145 و مصطفی آقچورا تاریخ عثمانیین و صفویین در صفحه 142 تا صفحه 149 به این مطالب مفصل اشاره کرده. همچنین یکی از جنایات‌های دیگر صفوی‌ها این بود که علما و اهل سنت شهرهایی مانند بخارا، در هند، در سمرقند، در عراق امروزی البته بغداد و در این مناطق و در هرات، اینها رو به زور از این مناطق کوچ میدادن. اونایی که رو میکشتن، اونایی که زورشون نمیرسید خلاصه به یک شکل اینا رو از اونجا کوچ اجباری میدادن که موجی از مهاجرت‌های اجباری باعث شد که مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی که توسط اهل سنت اداره میشد در سرزمین ایران کنونی در آن زمان اینا مهاجر بشن. به خاطر همین شما می‌بینید که مهاجرین همون زمان حتی امروزه در بعضی از مناطق هند، مناطق دورافتاده هند ساکنن، حتی در بعضی از مناطق آفریقا، در بعضی از مناطق دورافتاده در آسیای میانه در اونجا هم ساکن شدن. در مناطق قفقاز و آناتولی به دلیل سنی بودن حمله می‌کردند و مردم رو در اونجا قتل عام می‌کردند. در منطقه ارزروم، دیاربکر و وان که مناطق ایالت‌های معروف ترکیه امروزی است، در اونجا حمله کردند و تعداد زیادی از مردم رو در اونجا قتل عام کردند. و یکی از کارهایی که اینا در طول حکومتشون انجام دادن رواج خرافات و بدعت‌ها بود که خیلی از عادات شیعه‌ای که امروز ما و شما می‌بینیم مانند قمه‌زنی، تعزیه خوانی، مراسم عاشورا، سب و لعن صحابه، اینها میراث صفوی‌ها هست که در بین شیعیان تا امروز هم رایج است و قبل از صفویان این مطالب به شکل عام وجود نداشت. اکثر مورخین برای این عقیده هستند که خیلی از این بدعت‌ها و از این اعمال زشت و ناشایست رو اینها قرنها بعد در زمان صفوی‌ها در ایران به وجود آمده و قبل از اون اصلا این مراسم وجود نداشت. مانند مراسم عاشورا و بدعت‌هایی که امروز در عاشورا انجام میدن، خیلی از اینها در زمان صفویت رایج شده است. دوستان عزیز و گرامی، برای نمونه خدمت شما عزیزان یک مطلبی رو انتخاب کردم که از یکی از کتب معروف اینها برای شما عزیزان نشان میدهم. این رو با هم ببینیم. این کتاب الانوار النعمانیه است. سید نعمت الله جزایری یکی از علمای بزرگ شیعه این رو نوشته و این شخص تا هنوز هم در نزد شیعیان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست. کتاب الانوار النعمانیه نوشته سید نعمت الله جزایری، یکی از علمای میشه گفت که دوران صفویت هست. ایشون در جلد 2 کتابش صفحه 268 مثلا شما در خیلی از کتاب‌های اینا وقتی که بهشون اعتراض بکنید
که این مطلب مثلا لعن آمده و نفرین آمده و اینا میگه، اینا در مورد ناصبی ها هستند، در مورد اهل سنت نیست. این مطلب رو سید نعمت الله جزاری در جلد 2 صفحه 268 به این شکل بیان میکنه. میگه این کسانی که به اصطلاح ناصبی هستن و مستقلن و نفرین هستن، میگه که حتی ائمه هم و یارانشان خواصشون لفظ ناصبی را برای ابو حنیفه و امثاله اطلاق کردن، با وجود این که ابو حنیفه از جمله کسانی که دشمن اهل بیت باشد نبود، بلکان له انقطاع، بلکه میگن بعضی روایت‌ها که ابو حنیفه شاگرد اهل بیت بوده، شاگرد امام جعفر صادق و کان یظهر لهم تودد و اظهار مودت میکرده به اهل بیت. نعم کان یخالف آراهم و یقول قال علی و انا اقول، ولکن مخالفت با نظرات اهل بیت میکرده، مثلا میگفته علی این چنین گفته و من این چنین میگویم. و من هذا يقوي قول سید مرتضى و ابن ادریس قدس الله روحیهما و بعد مشایخنا المعاصرین به نجاست المخالفین کلهم، که همه مخالفین نجس هستن. هر کسی که مثلا مثل ابو حنیفه فکر بکنه نجس هست. نظرا الى اطلاق الكفر و الشرك علیهم فی الكتاب و السنه، بدلیل اینکه در قرآن و سنت شیعه بر اونها اطلاق کفر و شرک شده است. و به همین دلیل است که اکثر اهل سنت که هست اینها نواصب هستند. به همین دلیل جواز دارد که آنها را بکشیم، اموالشان را به تاراج ببریم و اکثر اصحاب هم همین مسئله را ذکر کردن. در باب طهارت و نجاست هم ذکر کردن که حکم آنها ماننده و حکمه عندهم کالکافر الحربی فی اکثر الاحکام، در اکثر احکام حکم سنی در نزد شیعیان مانند کافر حربی است. و اما علی ما ذکرناه له من التفسیر فیکون الحکم شاملا کما عرفت. روى صدیق طاب طرفی الی مسندا الى داود بن فرقد قال قلت لابی عبدالله ما تقول فی قتل الناصب. روایت هم ذکر میکنه که به امام جعفر صادق گفتن در مورد ناصبی، کشتن ناصبی یعنی سنی چی میگویی؟ قال حلال الدم، خونش حلال است، لکننی اتقی علیک، ولکن من میترسم که بلای سرت بیاد. فین قدرت ان تقلب علیه حائطا، اگر تو نیست یک دیواری رو سرش چپه کن بنداز، او تغرقه فی الماء، یا که در آب غرقش بکن، لکی لا یشهد به علیک ففعل، تا کسی شاهد بر تو نباشه که تو همچین کاری رو کردی. فقلت فما ترى فی ماله، گفتم که مالش رو چیکار بکنم، خودش رو که بکشم. قال خذه ما قدرت، به اندازه‌ای که میتوانی از مالش ببر، یعنی مالش رو غارت کن. و همچنین روایت رو در اینجا ذکر میکنن در باب خمس غنایم، کتاب تهذیب، سند صحیح از امام جعفر صادق قال خذ مال الناس حیث ما وجدت و ابعث الینا بالخمس. امام جعفر صادق میگه، گفت که مال سنی رو بگیرید تا جایی که میتوانید و خمسش هم برای ما جدا کنید. بعد از اون از طریق حسن از معلی قال خذ مال الناصب یا معلا خذ مال الناصب حیث وجدت و ابعث الینا بالخمس، که مال ناصبی رو هر جایی که دیدی بگیر و خمسش هم برای ما بفرست. قال ابن ادریس رحمه الله الناصبی المعنی فی هذین، معنی ناصبی که در این دو روایت ذکر شده چی است؟ و میدونید که معنیش کی است؟ سنی است. بر صورت میایم سر روایت بعدی در صفحه جلد 2 صفحه 282 که حالا کسی نیاد بگه که والا اینجا معنی ناصبی و فلان اینها. ببینید که اینها چه کارایی میکردن با قبر اهل سنت. زنده رو که به اون شکل قتل عام کردن، کشتن و آتیش زدن و تجاوز کردن اینها. بعد از اون اومدن چیکار کردن؟ میگه اما الکرامات التي ظهرت من قبور ائمتهم الاربعه فهي اکثر ان تحصى. میگه اما در مورد، مسخره داره میکنه، میگه در مورد کرامات قبور امامان چهارگانه اهل سنت میگه اصلا کراماتشان قابل حساب کردن نیست. و اعظم الکرامات التي شاهدها الناس من قبر ابی حنیفه، بزرگترین کرامت همون کرامتی است که از قبر ابو حنیفه آشکار شد. حالا این کرامت چی بود؟
و ذلک ان السلطان الاعظم، به خاطر همین است که سلطان بزرگ شاه عباس اول لما فتح بغداد، موقعی که بغداد رو فتح کرد، امر به ان یجعل قبر ابو حنیفه کنیفا، امر کرد که قبر ابو حنیفه رو توالت درست بکنن، تشناب، دستشویی درست بکنن. و این شاه عباس چیکار کرد؟ امر اوقف وقفا شرعیا، یک اوقاف شرعی درست کرد، یک خانه‌ای درست کرد، اونجا چند تا حیواناتی را آورد، یک چند تا به اصطلاح عربه یا گاڑی یا کالسکه اونجا درست کرد و دو تا الاغ را هم اونجا بستن و امر بربطهما علی راس السوق، اینا رو امر میکرد که هر روز اینا بیان در سر بازار وایستن. حتی ان كل من يريد الغائط يركبها و یمضی الى قبر ابی حنیفه لقضاء حاجته. قبر ابو حنیفه رو کنده بودن، بعد این کالسکه ها و گادیایی که اونجا درست کرده بودن مردم رو مجانی می بردن سر قبر امام ابو حنیفه تا اونجا قضای حاجت بکنن، تا اونجا دستشویی بکنن، توالت بکنن. وقد طلب خادم قبره یوما فقال له ما تخدم في هذا القبر و ابو حنیفه الان في اسفل درک الجحیم. یه روز میگه خادم قبر ابو حنیفه رو خواست، گفت که تو اینجا چی کار میکنی؟ مگر نمیدانی که ابو حنیفه در قهر جهنم است، در اسفل السافلین است؟ فقال ان في هذا القبر كلبا اسود دفنه جدك المرحوم شاه اسماعیل. میگه به شاه میگه که به شاه عباس میگه که در اینجا، میگه ابو حنیفه که دفن نیست، در اینجا جد مرحوم تو شاه اسماعیل لما فتح بغداد قبل از تو، وقتی بغداد رو فتح کرده بود، فاخرج عظام ابو حنیفه، استخوانای ابو حنیفه رو از اینجا برداشت و جعل موضعها کلبا اسود، و در جایی که استخوانای ابو حنیفه بود یک سگ سیاهی رو دفن کرد. فانا اخدم ذاک الکلب، گفت من دارم خدمت اون سگ رو میکنم. و کان صادقا فی مقالته، این خادم راست میگفت. چرا؟ لان المرحوم شاه اسماعیل فعل مثل هذا، به خاطر اینکه شاه اسماعیل این چنین کاری رو انجام میده. یعنی در این صفحات این مطالبی رو ذکر میکنه که من لازم نمیبینم که همشون رو ذکر بکنم خدمت شما. و امروز متاسفانه بعضیا فراموش کردن، یا ملت ما تاریخ رو نمیخوانن، از تاریخ خبر ندارن. به خاطر همین امروزه فریب شعارهای وحدت و نمیدونم امت اسلامی و انقلاب اسلامی اینها رو میخورن. اینها هر موقعی که قدرت به دستشون برسه همین برخورد رو با مسلمان ها خواهند کرد در هر عصر و زمان. و حقیقت ماجرا هم این است که همونطوری که بیان کردیم خیلی از مسائلی که امروز جز دین تشیع هست، در زمان این شخص، در زمان شاه عباس اول، در زمان شاه اسماعیل و بقیه شاهان صفوی رخ داده است. یکی از بزرگترین اعمالی که رخ داده این است که در زمان صفویت اینها قضیه تشیع اثناعشری رو که به عنوان مذهب رسمی اعلان کردن و به زور در بین مردم پخش کردن، یک سری خرافاتی رو هم در این
عقیده اضافه کردن و به نام تشیع به خورد مردم دادن که تا امروز به عنوان تشیع مردم رو میشناسن. یکی از کتابایی که مصدر همه عزاداری ها و روزخوانی های اینها هست کتابی است به نام روضة الشهدا از حسین واعظ کاشفی که همه این منبریایی که شما میبینید لعن و نفرین و خیلی از اعمال زشتی رو که اینها انجام میدهند برگرفته شده از این کتاب است. کتابی است به نام روضة الشهدا. خب این کتاب به فارسی نوشته شده. قبل از نوشتن این کتاب خیلی از اصطلاحات عزاداری‌ها و چیزا اصلا وجود نداشت. این سناریوی این کتاب مانند یه سناریوی یک فیلم‌های بالیوودی و هالیوودی میمانه. این شخص در سبزوار در سال 840 هجری قمری متولد میشه. خلاصه بعد از اون که شاه عباس، شاه اسماعیل صفوی هرات رو اشغال میکنه، این شخص رو امر میکنه که یکی از کتاب مهمی در مورد عزاداری و روزخوانی و لعن و نفرین صحابه بنویسه که اونم میاد و این کتاب رو مینویسه و به نام روضة الشهدا اون رو نامگذاری میکنه و از آن به بعد میبینیم که داستان سرایی ها خلاصه شروع میشه در مورد واقعه کربلا. خیلی از مطالبی رو که امروز آخوندها و روزخوانای اینها در بالای منبر به خورد مردم میدن مطالبی است که از همین کتاب گرفته شده و این کتاب سراسر از داستانهای دروغین مانند رمان‌های تاریخی است و در این کتاب می‌بینیم که دروغ‌هایی نسبت داده شده به اهل بیت و وقایعی رو آوردن به تصویر کشیدن که اصلاً در اون زمان رخ نداده است. اما متاسفانه این کتاب مورد قبول صفوی‌ها قرار گرفت و این کتاب رو نشر کردن و همه واعظین و علما و روزخوان‌هایشون رو مجبور کردن که به این کتاب عمل بکنن و مطالبی رو که در این کتاب اومده در بین مردم پخش بکنن. بر صورت دوستان عزیز، از همین لحظه به بعد شماره تماس برنامه زیرنویس میشه و شما عزیزان می توانید که در برنامه تماس بگیرید و در مورد مطالبی رو که خدمت شما عزیزان ذکر کردیم اظهار نظر بکنید و اگر گفتنی دارید در مرتبط با موضوع برنامه در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. این است واقعیت این مذهب و حقیقت اینها و جنایت هایی که اینها انجام دادن در طی حکومتشان. بله، و امروز هم که میبینید این آخوندها اینا خیلی از مطالبی رو که اینها در بالای منابر مطرح میکنند دروغ‌هایی است که در کتاب‌های اینها در زمان صفویه پخش شده و نشر شده و خیلی از مناطقی که در زمان صفویه یعنی اهل سنت بودن مانند مناطق کلا در سیستان و بلوچستان، خراسان، مازندران، کرمان، یزد، سمنان، کاشان، شیراز، همه این مناطق اهل سنت بودن. نواحی اصفهان و آذربایجان شرقی و غربی که فعلا وجود دارد، کردستان، کرمانشاه، همدان، خوزستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهکوری و بویراحمد، زنجان، قزوین، گیلان، همه مناطق عراقی که امروز
شیعیان در اونجا زندگی میکنن، همه اینا مناطق اهل سنت بودن و تنها بعضی از مناطق رو مانند سیستان و بلوچستان رو نتونستن اینها به زور اونجا وارد بشن، در حالی که قسمت هایی از این مناطق رو هم به زور مردم رو شیعه کردن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم استاد، خسته نباشید، وقت شما بخیر. سلامت باشید، زنده باشید برادر عزیز. خدا شما را برای اسلام و مسلمین حفظ کنه. قبل از هر چیزی میخواستم تسلیت بگم به مردم افغانستان بابت از دست دادن خیلی از هموطنان افغانی که در زلزله جانشون از دست دادن و از خدا میخوام که تک تکشون رو مورد رحمت خودش قرار بده. آمین. استاد اینا درباره موضوع برنامه‌تون که همین صحبت کردیم میخواستم بگم اینا تقدیر الهیه. به هر حال مسلمان‌ها در اسلام ما اگر یه مروری هم بکنیم به سیرت پیامبر، سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، خود شخص رسول الله خب خیلی مشقت ها، سختی ها رو، خیلی رنج ها رو تحمل کردن. اینا یعنی غیر قابل حل شدن اینجوری نیست که غیر قابل حل شدن نباشه، اینا حل شدنیه. منتها یه سری مشکلاتی هست در اسلام، یه سری عقاید اشتباهی از شاخه های زائدی است که در شجره اسلام اومده و اینا داره ریشه اسلام رو میخوش کنه. یا یک چیزی که جدیدن از تقریبا از سال 2015-2018 به این ور باب شده قرآن سوزیه. بارها چند روز پیشم من یه ویدیویی دیدم تو نمیدونم اسرائیل بود تو آمریکا بود، یک سال پیشم که تو سوئد بود، همون شخصی که بعداً فهمیدن که جزو عراقی بود، جزو گروه هشت‌الشعبی عراق بودش، این شیعیان عراق بودش، از هشت‌الشعبی جدا شده بود تو سوریه. واقعا آدم اینا رو میبینه تأسف میخوره. خدا کمک کنه، واقعا به تک تک ما کمک کنه. بعد این داستان سازیه که الان واقعا توهماتی که این شیعه داره، آقا من بنده اصلا نمیتونم درک کنم. ما یه دینی داریم به نام اسلام. استاد صدای بنده میاد؟ بله بله بله، با جان و دل داریم گوش میکنیم. راستین شما، من معذرت میخوام وقت شریف شما رو گرفتم. خواهش میکنم. ما یه دینی داریم به نام اسلام، یک پیامبری هم داریم به نام محمد صلی الله علیه و سلم. دیگه اضافه کردن به اینو از این کم کردن. پیامبر اگر چیزی رو حلال کرد حلاله، حرام اعلام کرد حرامه، ازدواج کرد ازدواج. ببینید الان چند سال پیش توهمات آقای احمدی نژاد، نمیدونم حالا شما رئیس جمهور بود، رفتش قوم پیش این مراجع تبلیغ، بعد که از قوم اومد گفت ما باید یه اتوبان بزنیم که اگه امام زمان ظهور کرد یه وقت تو ترافیک گیر نکنه. همین الان مراجع تقلید میشینن توی قوم، وقتی که میشینن موقع غذا خوردن سر سفره برای امام زمان بشقاب و یه لیوان میذارن. میدونی میخوام چی بگم برادر من؟ اینا همش توهماته، اینا همش یه سری خرافاتیه که به دین اضافه شده. بابا پیامبر کجا سالگرد 40 اینا رو گرفت؟ آخونده اومد و میگفت موسی کاظم رو انداختن توی زمان فلان خلیفه توی قفس شیر که میخواست فلان خلیفه عباسی میخواست امام موسی کاظم رو بکشه، موسی کاظم انداخت تو قفس شیر اومد جلوی موسی کاظم سجده کرد، به سخن آمد گفت خداوند گوشت شما رو بر ما حرام کرده، حتی بعد از مرگ شما شیر سخن میداد، بعد از مرگ شما موریانه ها و مورچه ها حق ندارن از جسد شما. آقا اینا همه یه سری چرت و پرت. ایام فاطمیه
تا ایام فاطمیه سالی 2 دفعه، نمیدونم 2 دفعه 3 دفعه است، والا من اصلا برام اهمیت نداره که بدونم، 2 دفعه ایام فاطمیه میگیرن. بعد از ایام فاطمیه یه چند روزی ایام محسنیه میگیرن، گویا اون طفلی که در شکم حضرت زهرا بوده، حالا بوده نبوده الله اعلم. بعدم که الانم یکی 2 سال کلید خورده ایام محمدیه، آقا خلیفه مسلمی ابوبکر و عمر رو با دست عایشه، حضرت عایشه اینا اومدن پیامبر رو کشتن. آخه من نمیدونم واقعا اینا منطقشون کجاست. یک شخصی مثل جناب ابوبکر 20 سال 23 سال بهترین دوران زندگی شد، بهترین دوران که میتونست بره تفریح کنه، اوج جوانی رو در رکاب پیامبر بوده. حالا سر پیری مثلا بیاد، اونم پیامبری که در مثلا در بستر بیماری بوده، چند وقت قبلم خداوند بهش گفته تو همون داستان حجت الوداع. بعد مثلا بیاد و اگر پیامبر چی داشته مثلا ابوبکر بیاد برای این توطئه کنه یا دسیسه کنه، اصلا ببین اصلا با احادیث و روایات کاری نداریم، مثلا اینا بذارین کنار. شما فرض کنید یک شخصی 20 سال 23 سال در رکاب پیامبر بوده، بعد حالا به پیامبرم و اگه چیزی که پیامبر چند روز وقت دیگه بیشتر نیستی، بعد پیامبرم در بستر بیماریه. حالا این آدم بیاد مثلا تازه ابوبکر مگه چقدر، ابوبکر صدیق مگه چقدر بعد پیامبر زندگی کرد؟ اونم که زندگیش بود مثل یه آدم فقیر و مستمند از دنیا رفت، کلا 2 سال بعد از پیامبر زندگی. اصلا این با عقل منطق جور در نمیاد. آدم جوانیشو بذاره در رکاب یک شخصی جلوی پیامبر وایسی که به پیامبر صدمه نخوره، شمشیر نخوره، تو تمام غزوات پیامبر با پیامبر شرکت کنه، بعد از پیامبر مثلا بیاد یه همچین کاری کنه. بعدم که داستانهای دیگه الانم که محمدیه رو درست کردم، ضامن آهو، این نمیدونم فلانه، آقا اینا همش خرافات، اینا هیچ کدومشون نیست. همه اینا از همه چیز مهمتر به نظر من همین توحید و شرک، صحبت کردن درباره شرک و توحیده. اینو که باید بذاریم کنار. ما باید فقط یک مسلمان هر کی باشه، سنی باشه یا شیعه باشه، به خرافات اعتقاد داشته باشه، تمومه دیگه، کارش تمومه. یه قرآن داریم و یک پیامبر، تمام شد و رفت. جای دیگه مقدستر از کعبه و مدینه برای مسلمانان وجود نداره. اینا همش حاشیه است و من در آخرم از خداوند میخوام تک تک ما در این راه ثابت قدم باشیم و پیروان واقعی قرآن و سنت پیامبر باشیم. شاید مورد عفو خداوند قرار بگیریم. استاد اینم که من وقت دادید ممنونم. خواهش میکنم، زنده باشید. شما جزای خیر بده. یا الله، خدا نگهدارتون. الله یار نگهدارتون. زنده باشید، سلامت باشید. خب دوستان عزیز، یک کلیپی است با هم میبینیم و به عنوان یک میان برنامه بعد از اون دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. مجلسی رافضی و حکومت صفوی. اگر دیده می شود که در کتابهاشون تمجیدی از سلطانی از سلاطین صفویه کرده اند، اولا از کجا که خود ایشان نوشته باشند این تمجیدها را، چه بسا ناسخها، کاتبها، نویسنده هایی که کتابی می نوشتن اینو در اول کتاب می آوردن. و ثانیاً مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه وقتی که به این شیوه میبینن معارف زلال و ناب شیعه در اقطار عالم منتشر و پخش میشه و هیچ راهی ندارد جز این خودشون فقیهن، صاحب نظرن، وظیفه خودشون رو بهتر میدونن، شرایط زمانشون رو بهتر درک میکنن. ما حق نداریم برای این بزرگوارها تعیین تکلیف بکنیم، خودشون بهتر وظیفهشون رو میدونن.
اگر مجلسی و امثال او از سلاطین صفوی تمجید نکنند چه کسی تمجید می کند؟ بینندگان گرامی، مذهبی که شاهان و سلاطین صفوی به ایران وارد کردند با ایرانیان کاملا بیگانه بود. ایرانیان شیعه نبودند و هیچ کتابی از شیعیان در ایران یافت نمیشد، بلکه عموم مردم ایران اهل سنت و جماعت بودند و اگر هم عده‌ای اندکی از شیعه یافت میشد با ذلت و تقیه زندگی می نمودند، تا اینکه شاه اسماعیل صفوی به زور شمشیر و با جنایات بی‌نظیرش مروج مذهب شیعه اثناعشری شد. در این میان آخوندهای متعصبی از شیعه چون مجلسی فرصت را غنیمت شمرده و با حمایت و طرفداری از این جنایتکاران در قتل و کشتار و تجاوز و چپاول مسلمانان با دولتمردان صفوی سهیم شدند. تشیع صفوی از کجا سرچشمه گرفت؟ تشیع صفوی را قزلباشان از خارج ایران و از محیطی که سنی ستیزی در اوج بود به ایران آوردند. بیشترین گروه از روستاهای جنوب لبنان بودند که با کوله‌باری از بغض و نفرت و سنی ستیزی به ایران آمدند و با نفوذ به دسته‌های قزلباشان مسئولیت امور دینی از تبلیغ و تدریس و افتاء را به دست گرفتند. نمونه ای از جنایات صفوی ها. پس از آن که صفوی ها پا به عرصه سیاست ایران نهادند، امام علی رضی الله عنه که تا آن زمان در مقام امام اول شیعه و خلیفه چهارم پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، به مقام الوهیت ارتقا یافت. از میان بزهکاران دسته‌های افراطی به رهبری آخوندهایی از خودشان که یک شبه ملا شده بودند سر برآورده و روز و شب در کوی و برزن با صدای بلند به ابوبکر و عمر و عایشه رضی الله عنهم دشنام می‌دادند و از مردم ایران می‌خواستند که از خانه‌هایشان بیرون آیند و با آنها هم نوا گردند و بیش باد و کم مباد سر دهند. آنها اهل سنت را که اکثریت مردم ایران بودند کافر خواندند و جان و مال و ناموسشان را حلال دانستند. جنایت‌هایی کردند که زبان از بازگو کردن آن شرم دارد. تاریخ نویسان و محققان شاهان صفوی را چنگیز و تیمور آن زمان دانستند، چنانکه محمد عارف اسپناقچی زاده 1310 قمری شاه اسماعیل را با چنگیز و تیمور مقایسه کرده و می نویسد او بسیار خونخوار و غدار و با چنگیز و تیمور در ایجاد نکال و عذاب همکار بود. آدمی را زنده زنده کباب کردن و دو درخت را به زور چند نفر مثل فنر به هم پیوسته و دست و پای آدمی را به آن درختها بسته، بعد درختها را رها کرده آدمی را طولانی دو شقه نمودن و زنده زنده در دیگ جوشاندن و انسان را از جای بلند سرازیر آویخته، گردنش را به سنگ سنگینی بسته و سرش را کندن و از شرمگاه آویختن، همه ایجاد شاه اسماعیل صفوی است. با اینکه مروج مذهب شیعه امامیه بود، به جای آب شراب می آشامید و همیشه ندماء مجلس او زنان و پسران خوشمنظر بودند. در محرم فقط در روز عاشورا مجلس عزایی منعقد کرده یکی از وعاظ کتاب روضه شهدا حسین واعظ کاشفی را بر منبر می‌خواند. نگاه انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام، صفحه 271، محمد عارف اسپناقچی، نشر دلیل، قم، چاپ اول. حتی عده‌ای او را دجال دوران دانستند، چنان که ازبک ها که توسط وزیر شاه اسماعیل به نام یار احمد نجم ثانی قتل عام شده بودند، در مورد صفویه گفتند گویا روزگار این بلای سیاه را در برابر قتل عام چنگیزخان و امیر تیمورخان به انتقام به جانب ترکستان فرستاده است، چون جزای عمل حق است و این دجال است، اگرچه دجال را این قهر و غضب و تقلب نیست. نگاه عالم آرای صفوی، صفحه 375، تهران، چاپ 1350 و تاریخ ادبیات در ایران جلد 5 بخش اول، صفحه 67، ذبیح الله صفا. توجه داشته باشید که هم اسران شاه اسماعیل او را از دجال نیز خونخوارتر می‌دانند.
خورشاه بن قباد الحسینی زاده 972 قمری که مداح شاه اسماعیل و هم مذهب اوست و همچنین ابوالحسن قزوینی زاده قرن 12 که او نیز مداح صفویه است می نویسند شاه اسماعیل ضبط و سیاست به افراد داشت و در سفک دما و ریختن خون به غایت حریص بود. به گناه اندک حکم قتل میداد. نگاه تاریخ ایلچی نظامشاه صفحه 83 و فواید الصفویه صفحه 15. ابوالحسن قزوینی مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهران چاپ اول. کیروسینسکی زاده 1169 قمری که خود شاهد فجایع عصر صفویه بوده است می نویسد به تحقیق ایران به این خون‌آلودی و بی‌شفقتی هرگز نبوده است و این دوره سلطنت شاه صفی صفوی را یک سلسله انقطاع ناپذیر از بیرحمی و خونریزی می داند. نگاه تاریخ ادبیات در ایران جلد 5 بخش اول صفحه 104. دکتر ذبیح الله صفا نشر فردوس تهران چاپ 8. محمد رضا نصیری در مورد شاه صفی میگوید به عبارت دیگر عصر شاه صفی عصر نسل کشی و حکومت ترور و وحشت، توطئه، ناامنی و بی‌اعتمادی توده مردم به دستگاه حاکمه بود. مرجع سابق. خمینی در یکی از سخنرانی‌هایش درباره شاه عباس صفوی میگوید و من گمان ندارم در تمام سلسله سلاطین حتی یک نفرشان آدم حسابی باشد. منتها تبلیغات زیاد بوده است. برای شاه عباس آنقدر تبلیغ کردند با اینکه در صفویه شاید از شاه عباس بدتر آدم نبوده. در قاجاریه آنقدر از ناصرالدین شاه تعریف کردند و شاه شهید و نمیدانم امثال ذالک. نگاه صحیفه امام جلد 19 صفحه 434. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی تهران. راست گفت ولی دروغگوست. آری، به گفته این آخوند وقتی مجلسی و آخوندهای درباری فرصت را مناسب دیدند که معارف پر از زلالت و ناپاکی شیعه در اقطار عالم منتشر و پخش گردد، هیچ راهی نداشتند جز این که شریک جنایات و کشتار مردم بیگناه ایران شوند و ایشان را با زور شمشیر به کفر و شرک وادار نمایند. و از آنجا که دولت صفوی تاریخ و چهره سیاهی از خود به جای گذاشته است که حتی خود آخوندها نیز به آن معترفند، این آخوند سعی دارد همکاری مجلسی رافضی با دولت بدنام صفوی را توجیه نموده و او را تبرئه کند. توجه نمایید. این شبهه باید از ذهنها مرتفع شود که چرا ایشون با دولت صفویه همیاری و همکاری کردند. یکی این که عرض کردیم دولت صفویه بودند که با ایشان همیاری کردند و از ایشون خواستند و ایشون مسئولیت به عهده‌اش اومد، و دیگر اینی که ما شرایط اون زمان رو نمیدونیم و نبودیم و نیستیم الان و درک نمی کنیم که ایشون در چه مقطعی و شرایطی گرفتار بود که ناچار بود این کار رو انجام بده و این مسئولیت خطیر رو بر عهده بگیرد. آری، این آخوند راست میگوید که این دولت صفویه بود که با قتل و کشتار و چپاول و تجاوز و نسل کشی جنایتکاری به نام مجلسی را در مشرک ساختن ملتی که تمام آن سنی بود یاری کرد و او را به اهداف شومش رساند. حال پرسش این است: چگونه میتوان کتابهایی به مانند بهار الانوار را که به دست چنین جنایتکاری تألیف شده است به عنوان یک مرجع دینی معرفی نمود؟ يزيح عن بله بینندگان عزیز و گرامی، با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان و از زمین لحظه هم تماس‌های بینندگان را خواهیم گرفت و یک سری پرندگان و چرندگان و خزندگان از طویله ولایت فقیه آزاد شدن که اینها رو هم باید
بلاکشان بکنیم به خاطر بیادبی و بی‌تربیگیشون که دارن تربیت پدر و مادرشان رو به نمایش میگذارن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادر انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید برادر انصاری. یک صدای برای شما شما رو فرستادم، اگه میشه همین صدا رو پخش کنیم و بینندگان هم بشنوه. صدا در مورد چی است برادر عزیز؟ در مورد مردم مظلوم غزه است برادر. باشه انشالله. تشکر. زنده باشید. سلام آقای انصاری. سلام شما و بینندگان شما. آقای انصاری، هر چی میتونی بیشتر به مردم غزه برنامه بذاری، به کودکان غزه برنامه بذاری، از مظلومیت کودکان غزه بگیم، از مظلومیت خواهران غزه بگیم، از مظلومیت مادران غزه بگیم، از مظلومیت پدران غزه بگیم، از مظلومیت جوانان غزه که گرسنگی میکشد بگیم، از مظلومیت اون مجاهدین جانبر کفی که بر علیه یهود خبیث میجنگد از اونا بگید. به خدا قلبم آتش میگیرم موقعی که شبکه‌های شما رو نگاه میکنم. حداقل یک برنامه که برای فلسطین میذاری، نصف اون برنامه با آخوندهای مفسد ایرانه، برنامه ها رو با آخوندهای مفسد ایران از اونها سخن میگویید. یا یک روز از یهود جنایتکار که مردم را گرسنگی میده و تشنگی میده. آقای انصاری، به خدا قسم از چت جی پی تی سوال کردم، زدم در گوگل، زدم در همه جا جستجو کردم در شبکه‌های اجتماعی. به خدا قسم جنایتی که یهود اسرائیل کرده به هیچ بشریت نشدن، به هیچ بشر نکردن، هیچ بشری. هر جنایتی، بزرگترین جنایتایی که کرده، حتی داعشی که اینقدر از مردم ازش بد میگه، حتی داعش این جنایتایی که اسرائیل انجام میده نکرده. خواهش میکنم از شما برنامه بگذارید برای مردم فلسطین تا میتونید. من میدونم شما برنامه گذاشتید، چندین ها برنامه گذاشتید، ده ها صدها برنامه گذاشتید، بازم بگذارید. اما شما شبکه‌های اسرائیلی را ببینید، شبکه ایران اینترنشنال و بی بی سی و صدای آمریکا را ببینید، چنان جلوه میدهد که کودک فلسطینی مقصره. نتانیاهو خونخوار خبیث هیچ گناهی ندارن. اون کودک به خدا قسم برنامه در شبکه ایران اینترنشنال من نگاه کردم که یهودی‌ها آورده بود به شتاب کارشناس سیاسی. به خدا قسم که اما کودک فلسطینی را به خدا مقصر داشت. به خدا کودک فلسطینی را مقصر داشت. ارتش که تا دندان مسلح با بمب‌های سنگر شکن بر سر کودکان فلسطینی میریزن، اما او را بیگناه جلوه میداد. من جای تأسف است که امروز شبکه‌هایی که تحت اسلام فعالیت میکنند، تحت نام اسلام فعالیت میکنند، اصلا از این سخن بر لب نمیاره. به خصوص شبکه کلمه که کارشناسای سیاسیش حتی یهودیه. حتی اگر برنامه به خاطر مردم فلسطین اگر بگذاره باورتون بشه یک ساعت برنامه 10 دقیقه از مردم فلسطین، اون هم به زبانش میگه، کلا از آخوندهای ایران میگه. خاک سر شما و آخوندهای ایران امثال شبکه کلمه، برید چند دقیقه از مظلومیت مردم فلسطین سخن بگویید. به خدا امروز مردم غزه فلسطین، مردم غزه بی پناه بی چیزه، کسی نیست که ازشون دفاع کنه. خواهش میکنم لطفاً بیشتر که برنامه خود را در مورد مردم غزه و فلسطین بگذارید. نخواستیم، ما برنامه دیگه نخواستیم، شما بذارید مظلومیت مردم فلسطین را به جهانیان برسانید. خواهش میکنم از شما این کار را بکنید. خدا پشت پناه شما. من تشکر میکنم از برادر عزیزمون، از احساسات شما. دوستان اگر این سفر رو نشون بدن، ما در مورد فلسطین اینجا این قسمت رو دقت بکنید. فلسطین ما در 2 سال اخیر 96 برنامه در مورد فلسطین داشتیم. 96 برنامه در مورد فلسطین داشتیم. تشکر میکنم دوستان عزیز. در مورد اینجا خدمتتون نشون بدم در مورد قضیه ویژه برنامه‌ای که در مورد بیت المقدس داشتیم دوستان عزیز. 21 برنامه بوده. 21 برنامه
یعنی تقریبا چیزی در حدود در 2 سال اخیر حدود 110-111 برنامه ما در مورد فلسطین داشتیم. اگر دوستان عزیز به یاد داشته باشن، ما در هفته گذشته من اینجا خدمتتون بیارم این رو که دقیق به شما عزیزان نشون بدم. در برنامه‌های زنده 2 هفته قبل ما برنامه‌ای داشتیم به عنوان اینجا. دوستان اگر این قسمت رو نشون بدن، در همین شبکه نور برنامه زنده داشتیم به نام 13 روز پیش. دقیقا اینجا نگاه کنید، 13 روز پیش از محاصره مکه تا محاصره غزه، برنامه زنده آن روی سکه. بعد از این برنامه دوستان عزیز اینجا نگاه بکنید، این ویدیو به دلیل نقض شرایط خدمات یوتیوب برداشته شده است. ویدیویی که در مورد غزه قسمتش رو دوستان کات کرده بودن، این ویدیو رو برداشتن. و بعد از اون دوستان عزیز اینجا رو هم نشون بدن، هشدار، محتوایتان به دلیل نقض دستورالعمل‌های انجمن ما برداشته شد. هشداری دریافت کرده اید، اگر اقدام کردن را انتخاب کنید، در صورتی که فکر می‌کنید اشتباه کرده می‌توانید پژوهش‌خواهی کنید، همچنین می‌توانید آموزش اختیاری دریافت کنید تا هشدار پس از 90 روز برداشته شود. رفتیم برای اینها ایمیل زدیم که بابا خط مشیشون هم چی از سازمان‌های جنایی خطرناک، یعنی ما در مورد مظلومیت، عنوان ویدیو چی است؟ آیا مسلمانان در غزه ضعیف شدند؟ ختمش اینجا چی نوشته؟ سازمان‌های جنایی خطرناک. سازمان‌های جنایی خطرناک در موردش که میدونید که نوشته محتوایی با هدف تمجید، ترویج یا کمک به سازمان‌های خشونت طلب، افراطگرا یا جنایتکار در یوتیوب مجاز نیست. این نوع سازمان‌ها اجازه استفاده از یوتیوب یا هر هدفی از جمله استخدام نیرو را ندارند. دوستان عزیز، من در برنامه‌ها هیچ وقت از این مشکلات صحبت نمی‌کنم، چون نمی‌خوام کسی ناامید بشه. اما صحبت این برادر وادارمون کرد که این موضوع رو من برای شما باز بکنم. 13 روز از این قضیه میگذره، باشون مکاتبه کردیم که بابا ما در این برنامه در مورد گرسنگی، در مورد قحط سالی، در مورد نبودن آب، خوراک، دارو، در مورد ویرانی، در مورد کشتن زنان و کودکان و مردم بی‌دفاع، اسمی از حماس رو هم ذکر نکردیم در اون برنامه. شما به چه دلیل بعد از 24 ساعت پاسخ دادن که ما دوباره دقیق مراجعه کردیم، برنامه شما رو دیدیم، اما شما از سازمان‌های خشونت طلب و افراطگرا و جنایتکار دفاع کردید. دوستان عزیز، این است آزادی بیانشان، این است حقوق انسانشان. اگر قضیه غزه در این 2 سال اخیر هیچ دستاورد دیگری هم برای جهانیان نداشته باشه، همین که دیدیم و همه بشریت متوجه شدن که این شعارهایی که اینا در 100 سال گذشته گوش انسانیت رو کر کرده بودن که حقوق انسان است، حقوق بشر است، فلان است، اینا همش دروغ است. الان دیگه باید همه باور کرده باشن. بعد امین انسان‌های دگراندیش، انسان‌های آزاداندیش، انسان‌های روشنفکر که کوچکترین ظلمی چی بگم، کسی به یک زنی بگه بالای چشم دبروست، اینا گلو پاره میکنن، برنامه ها میگذارن که بله طالبان مثلا در افغانستان حقوق زنها رو پامال کردن، حالا مثلا یک مدارس رو بستن در افغانستان، آهایی که زنها در به در شدن، آهایی که امت مسلمان انسانیت کجاست، فلان است، این است. اینا کجا هستن؟ همه اینها دروغگوهن، همه اینا بیشرفن، همه اینا بیوجدانن. یوتیوبشون، فیسبوکشون، توییترشون، اکسشون، همه اینها وجدان، شرافت، انسانیت، این چیزا اصلا وجود نداره. حقوق بشر، آزادی بیان، اینا همه دروغه.
حقوق بشر و آزادی بیان وقتی است که منافع اونها رو تامین بکنه و هر موقعی که بر علیه منافعشون باشه این کارشون است. دوستان عزیز، در اینجا چی میگه؟ شما تا تاریخ انقضای این کی است؟ تا 21 نوامبر، یعنی الان ما در اوایل سپتامبر هستیم، سپتامبر و اکتبر و نوامبر، یعنی حدود 3 ماه، تقریبا چیز در حدود 90 روز این هشدار رو شبکه دریافت کرده. به خاطر چی؟ به خاطر دفاع از مسلمانان غزه. مسلمان نه، به خاطر دفاع از انسان‌هایی که در غزه هستن. یعنی این است حقوق بشر، این است آزادی بیان، این است این شعارهای دروغینی که اینها میدن. و متاسفانه مسلمان ها در خوابند. هنوزم من چند روز قبل، اگر به یاد داشته باشی، چند هفته قبل یک برنامه گذاشته بودیم در مورد شیخ عبدالسمیع غزنوی که در یکی از صحبتاش میگه که در یک کشور اسلامی چیزی به اسم وزارت دفاع نباید باشه. ما وزارت دفاع نداریم. مسلمان دفاع نمیکنه. مسلمان به کسی که به چشم چپ نگاه بکنه حمله میکنه. اسمشو وزارت جهاد بگذارید، وزارت جنگ بگذارید، چرا وزارت دفاع میگذارید؟ خب به خاطر همین صحبتاش ایشون الان در امارت اسلامی زندان است. دیروز نه پریروز یک مصادره رو اعلان کردن در آمریکا که وزارت دفاع در آمریکا اسمش به وزارت جنگ عوض میشه و در این به اصطلاح مصادره‌ای که آماده کردن عنوانش هست که ارتش ما دفاع نمی کند، ارتش ما هجوم می کند. اونها الان مثلا 4 تا گوساله جمع میشن با عرض معذرت در یک جا، برای مسلمان اسلام نمیدونم جهاد اینطوری است و فلان است و این است و اون است. باور کنید عزت و شرف در این است که انسان اقتدار داشته باشه، قدرت داشته باشه. الله متعال میگه که وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. ما با شما کاری نداریم، ما میشینیم اینجا، هر وقت که شما حمله کردین دفاع میکنیم و عاقبتش مثل فلسطین میشه. این جماعت غیر از زور حرف دیگری سرشون نمیشه و قانون این دنیا قانون جنگل است. هر که زور داشت بی زور رو میخوره. بیننده عزیز بفرمایید. الو. بله بفرمایید. استاد من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما. من درباره یه موضوع، همین موضوع غزه و حماس یه چیزی بگم خدمت این کسانی که سوء تفاهم شده. من از گل روی شما معذرت میخوام. ببین برادر من، بنده برداشتم اینو، حماس یک گروهی از حالا من کاری ندارم، نمیخوام حماس رو تایید کنم، ولی اینا شاید توشون آدمای تندرویی هم باشه، شاید توشون یه سری آدمایی باشه که اصول رعایت نمیکنن، شاید جنایت هم میکنن، ولی این که ما بگیم آقا اینا گروه حماس تروریسته، این انصاف نیست. اینا همین گروه حماس وقتی که افرادش کشته میشن میاد از دل مردم، از اینایی که زخم خوردن از اسرائیل نیرو میگیره. ببین ما نباید بیام اینا رو گروه تروریستی اعلام کنیم. حالا دارن جنگ میکنن برای سرزمینشون. گروه تروریستی حزب الله لبنانه. ببین سال 401 حزب الله لبنان نیروهاش تو تهران بود. حوثی‌های یمنن که دارن برای شیعه. به اینا بدبختا دارن تو سرزمین خودشون میکنن. یا کارگیریش هم بنده خبر دارم از همین اعضای خود مردم غزه است. درسته یه سریاشون زیاده روی آقا یک گروهی مثل جیش العدل رو شما تروریست اعلام نکنید، چون حکومت تروریست اعلام میکنه گروه فرقانو. والله بالله اینا از دل مردم بلوچ اومدن بیرون. شما نمیدونید مردم بلوچ زنده تو ماشینای سوخبر میسوزن. مردم بلوچ بچه هاشون قابل نه، خونه هاشون رو سرشون خراب میکنن. آقا یه خورده انصاف داشته باشی. اگر این که بگیم آقا اینا پیش که توی 10 تا 20 ساعت این قادم
قضاتن که خویشه یه پیرزن رو سرش داشتن خراب میکردن استاد. بعد ما باید یه خورده انصاف داشته باشیم. والا با خدا بنده من میگم آقا شما مسلمانید، بیاید بیرون با هر چیزی که میتونید. الان شاید شما یا بینم دا بگن آقا این خودش این کنه. والا با خدا قسم من سال خودم سال 3 سال پیش یه دونه آیه قرآن تو جیبم بود، یه تیغ موکتبر 1.5 لیتر بنزین، رفتم تو خیابون توکل به خدا. آقا همدیگه رو متهم نکنیم. اگه شورای میان زینبیون میان، هشت شبی عراق میاد، یه خورده انصاف داشته باشیم. من قبول دارم بعضی از اینا تندروی هم میکنن، متاسفانه غزه از دست مسلمان‌ها در اومده به هر حال، ولی انصاف داشته باشیم که خود انصاف رو رعایت کنیم و واقعیت رو بگیم. بازم من تشکر شما. این نکته رو گفتم که خدمت شما عرض کنم بیننده هاتون. این نظر شخصی بنده بود استاد. یا الله خدا نگهدارتون. یا الله. تشکر از این برادر عزیز. بله دوستان عزیز، این است واقعیت هایی که باید امت اسلامی بدونن. بیننده گرامی بفرمید. سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام و رحمت الله. وقت شما بخیر. دوره یزید رو ما بخوایم در نظر بگیریم، اگه بخوایم برش زندگی یزید رو در نظر بگیریم، 4 تا مطلب بذاریم کنار هم دیگه، میتونیم از یزید قدیس هم بسازیم. من اون سری هم عرض کردم یک جا دیدن، کامل دیدن، بررسی یه پدیده میتونه یه نتیجه بهتری بده. خب چه ربطی داره به بایزید؟ چه ربطی داره به یزید موضوع برنامه ما؟ نه، عرض من راجع به یزید نیست. میخوام بگم مثلا یه شخصیت بدی که همه بدش میدونن، با این حال اگر بخوایم از زندگیش تیکه تیکه برش در بیاریم، مثلا فلانجا کمک کرد، فلانجا این کارو کرد، فلانجا اون کار، میتونیم ازش خوب مطلق بسازیم. من میخوام بگم باید کامل دید. الان این تیزری که شما پخش کردین اسم 2 تا کتاب آورد، پس تیزری که پخش میکنید پس نهایتاً ببین معتقدین که این کتاب مثلا رفرنس شماست. کتاب الانقلاب بین الخواص و العوام نوشته عارف اسپاناخچیه که این اصلا این عارف اسپاناخچی از خاندان سلطان سلیمه و اصلا از اجدادش اونجا بودن و اینها، یه همچین فضایی داره. و کتاب عالم‌آرای صفوی که مونده شد عالم‌آرای صفوی و اینا، این عالم‌آرای صفوی تو همون دوره نوشته شد و اصلا این کتاب آدم بخونه فکر میکنه که شاه اسماعیل اصلا یه قدیسه اصلا، اینقدری که حالا اون از خوبی نوشته و مثلا افراط کرده، حالا چجوری از توش یه نکته منفی در اومد من تعجب میکنم. من میخوام راجع به همین کتاب الانقلاب بین الخواص مطلبی رو بگم. ببینید قبل از اینکه صفوی بیاد، من از شما سوال میخوام بپرسم، صفوی خوبی و بدیشو باید کنار هم دید. صفوی قبل اینکه صفوی بیاد، مغول به مغولگیری با اون همه کشتار و وحشت نیم قرن 50 سال طول کشید که ایران تصرف بکنه. چی شد که در تبریک نامه بایزید به اسماعیل، یا اصلا نه اون نامه رو هم ولش بکنیم، چی شد که توی چند سال یا 8 سال 5-6 سال کل ایران اومد مثلا با کشتار، کل ایران فتح شد، مثلا اومد یه پارچه شد برای اسماعیل صفوی؟ من میخوام این سوال از شما بپرسم، میدونید؟ بله میدونم، بذار جواب بدم. با رعب، با ارهاب، با قتل، با کشتار. حالا مثلا الان بیاد مثلا یهودیا، اسرائیلیا بیان ایران رو بگیرن، شما رو بیان در خونتون بگن که زن و بچه‌تون میکشیم. یک لحظه. مغول اگر میومد مردم رو میگفت که شما بیایید بت پرست بشید و الا آتیشتون میزنیم، خب مجبور مردم بت پرست میشدن. الان من از شما این سوال میپرسم، نه اونا نکردن، نگفتن مردم بیاید مذهب ما رو قبول بکنید، اونا فقط میکشتن میرفتن به تاراج میبردن. یک لحظه آقای محترم، اونها میومدن حمله میکردن، به تاراج میبردن، میکشتن، نمیگفتن مردم که بیایید مثلا بت پرست بشید مثل مغول ها. لکن صفوی‌ها چیکار میکردن؟ میکشتن، میسوزاندن،
به تاراج می بردن، خراب می کردن، بعد مردم رو جمع می کردن یا سب صحابه بکنید یا اینکه ما شما رو می کشیم، آتیش می زنیم. خب مردم مجبور بودن که اکثر مردم یک لحظه سوال کردید آقای محترم ببینید اینا انسان‌های عقده‌ای بودن. مثلا شما تصور بکنید عقده‌ای بودن، آتیش می‌زدن، جنایتکار بودن. می‌خواید اینو بگین دیگه، من فهمیدم. ببینید حالا من یه مطلب شما برخلافش میگید. من می‌خوام میخوام دو تا مطلب براتون بگم از همین کتابی که شما رفرنس آوردین، انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام. خودتون میگید که مطالب این کتابا رو قبول ندارید. باز از اون مطلب میارید برای قبول ندارم که من گفتم قبول ندارم، همچین حرفی زدم اجرا گفتم چون تیزر شما اینو رفرنس کرد، منم از رفرنس شما میخوام مطلب بخونم که دیگه بحثی پیش نیاد. ببینید دو تا مطلب میخوام بخونم، 2 تا 3 خطی. خواهش میکنم اینو دقیق گوش بدید. قبل از اینکه صفوی بیاد ظلم و جور به نهایت رسید، مردم بیچاره شده بودن. صفحه 46. البته این مطلب رو همه منابع آوردن، حالا من از اون منبع شما میخوام بخونم. 2 تا 2 خطیه. صفحه 46 اولیش: مملکت ایران منقسم به 18 حکومت که هر کدام تنبور منم دیگر ایران نیست مینواخت. یعنی هر کی 15 16 قسمت 18 قسمت شد، هر کی کار خودشو میکرد. غالب قشون ایلات اتراک بودن که مشارکت در سعی و عمل رعیت داشتن. محصول باغات نیست، جیره لشکر بود، یعنی این مغولا و تیموریا و اینا که 200 سال ایران تسخیر کرده بودن و 2 ثلث آن هم دیوان میبرد. فقر طوری استیلا نموده بود که رعایا در عوض دیناری رضایت به دادن اولاد داشتن. ملوک الطوایف اقدام تام به غصب ممالک دیگری داشتن و از خرابی بلاد آنی دست نمیکشیدن. حالا مفصل توضیح میده. خب یک لحظه. الان آنچه که شما گفتید در حالی که از یک مصدری ذکر کردید که خودتون اعتراف کردید که در حق شاهان صفوی غلوبم کرده. یک لحظه گوش کنید. امان از جهل. گوش کن دوست عزیز، گوش کن، حرف منو گوش کن. الان ملوک و طوایفی زل. یک لحظه گوش کنید. شما ببینید الان شما یک مطلبی رو بیان کردید. آقا ملوک و طوایفی بوده، آقا ظلم بوده، ستم بوده، این بوده، اون بوده. یعنی شما معتقد هستید که وقتی که یک قسمتی از بدنتون نجس شد، اون نجس رو با یک نجاست دیگری میخواید بشورید. یعنی اینجا ملوک و طوایفی بوده، ظلم بوده، ستم بوده. صفوی‌ها فرشته‌هایی بودن که از آسمان آمدن به خاطر از بین بردن این ظلم و ستمی که در جامعه بوده، مردم رو با آتیش کشیدن، گفتن که بیاید شیعه بشید. مگر تشیع برای ایران چه ارمغانی آورد برای ایران؟ همین تو کلام شما میخوام بگم مثلا ایرانی وجود نداشت که همین ایران رو ساخت. یک، من جواب شما رو نمیخوام الان بدم، شما حرفتون رو بزنید من بعداً. تمام شد. من از شما جواب میخوام که آیا در مقابل میگید که ظلم بوده، ستم بوده، این بوده، اون بوده، آیا در مقابل این باید بیاد آقایون صفوی بیان مردم رو با آتیش بکشن که بیاید شیعه بشید؟ خب بذارید من اگه جواب بدم 2 دقیقه زمان میخوام، نمیتونم شما تو حرف من بیان هی بگین یه لحظه من نمیتونم. نه، یک مطلب رو روی یک مطلب ترکیز بکنید. شما در 2 دقیقه 10 تا شبهه مطرح نکنید که من مجبور بشم شما رو سر یک موضوع نگه دارید. 2 دقیقه 500 تا شبهه مطرح نه، این درست نیست. نه، ما داریم گفتگو میکنیم. نه آقای عزیز، ما داریم گفتگو میکنیم. یعنی شما یک مطلبی رو که بیان کردید، اگر گفتگوی استاد انصاری، من تا حالا نتونستم خوب گفتگو بکنم. 1 دقیقه شما، 1 دقیقه من، 1 دقیقه شما، 1 دقیقه بفرمایید. در 1 دقیقه هر چه دل تنگتون میخواد بگید. بسم الله. نه هر چه دل تنگه، نه من که میتونم مثلا نیم ساعت هم صحبت کنم. شما یه مطلبی بگید من به هیچ عنوان مخالفت هم داشته باشم تو حرف شما نمیام. شما لطف کنید هر چقدر مخالفت دارین تو حرف من نیام، تو بعدش بتونی به من پاسخ بدی که مردم هم بفهمن. خب همون موقعی هم که من میخوام حرف شما رو پاسخ بدم، شما وسط حرف من میپرید دوست عزیز. ببخشید، پس من عذرخواهی میکنم. پس من الان بفرمایید. الان شما حرفتون رو بگید. بفرمایید.
یه چارچوب مشخص بکنیم که توی این فاصله بتونیم صحبت کنیم. 1 دقیقه هم کمه، 2 دقیقه شما 2 دقیقه من صحبت بکنم. ببینید من حرفم اینجاست، دوره صفوی 2 قسمت داره، یک قبل ظهور که چه اتفاقی افتاد، 2 بعد ظهور که ایران فتح شد، توی 7-8 سال کل ایران فتح شد. اون یه قصه بعد فتح بود که باز یه سری کارهای ناشایست انجام شد. تا قبل فتح ایران این اتفاقا نبود اصلا. حالا من دارم این حرفو میزنم. ببینید مطلب میخوام بخونم از یک قسمت از ظلمی که شده بود. ببینید ظلم چطور بود. صفحه 89 وقایع السنین، وقایع سال 857 داره میگه، یعنی 40 سال قبل صفوی‌ها. راجع به اصفهان خیلی مشهورم است، اینو تو سفرنامه باربارا هم آورده سفیر ونیز. میگه مردم شهر بر حاکم بشوریدن، یعنی اصفهانی‌ها، و جهانشاه لشکری به اصفهان فرستاد و فرمان داد که شهر را بسوزانند و غارت کنند و گفت هر یک از سپاهیان در بازگشت سر بریده همراه بیاورد و چنانچه هر کس سر مردی نمیافت سر زنی را میبرید و موهایش میتراشید تا فرمان را اجرا کنند. در سمنان چه خبر بود؟ وقایع سال 901، یعنی هم تراز با صفوی. میگه یه آقایی بود به نام مثلا کیای چلاوی که حالا چلاو تو آمل ماست و یه منطقه خیلی بزرگی، کل سمنان هم در بر داشت. دیر زمانی در حکومت خار و سمنان بود و غارت و نهب بی حساب میکرد و یاغی شده بود. ببینید من حرفم نکته به نکته میخوام بگم. دوستان میتونن برن کتاب نهضت القلوب که مصطفی شافعی نوشته 800 سال پیش، از بزرگترین جغرافی دانا، شرح حال دوره شهرها و بلاهایی که به سرشون میومد رو در واقع دوره 50 سال قبل صفوی نوشته. حالا شما اگه صحبتی هست من بگید که من محل بعدی صحبت کنم. خب حالا شما تقریبا 3 دقیقه صحبت کردید، منم هیچ چیزی نگفتم. منم هیچ چیزی در وسط حرف شما چیزی نگفتم. ببینید دوست عزیز، اینکه قبل از صفویه چه اتفاقاتی افتاده، مغول آمدن چه کارایی کردن، در زمان فلان سلسله چه اتفاقاتی افتاده، اینا در تاریخ جهان، نه در ایران، در همه کشورها این یک امر طبیعی است. برای ما شاید امروز غیر طبیعی باشه، اما در اون زمان طبیعی بوده. نظام قبیلوی بوده، این سر این حمله کن، اینو بکش، این رو به غارت ببر، این رو به تاراج ببر. من هیچ وقت اینا رو انکار نکردم. حتی مثلا کارهایی که عثمانی‌ها کردن، کارهایی که حتی سلجوقی‌ها کردن، نمیدونم غزنوی‌ها کردن، همین سلسله، حتی بنی امیه کردن، بنی عباس کردن، حتی در زمان صحابه کارهایی که شده. انسان ظلم، جنایت، قتل، کشتار، غارت، حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی خالد بن ولید رو فرستادن به یک جای، از اونجا برگشت قبیله رو برای یک مطلب دیگری فرستادن، اونجا رفت اونا رو مثلا اسیر گرفت و خراب کرد و چیز کرد. پیامبر اومد دستش رو بلند کرد گفت اللهم انی ابرأ الیک مما فعل خالد. اما خالدی که خود پیامبر بهش لقب سیف الله المسلول داده بود گفت بارالله من از آنچه خالد کرده است اعلان براءت میکنم. این یک چیز طبیعی بود در اون دوران. ما گاهی اوقات میایم اون وضعیت رو با تمدن امروزی بشریت مقایسه میکنیم، با تطوری که امروز، تغییری که امروز در جوامع بشری ایجاد شده. این اشتباهه. ببینید دوست عزیز، حرف ما این است، اونا جانی، آدمکش، جنایتکار، هر چی که میگید درست. صفوی ها چرا باید امروز شخصی مثلا متعلم مثل شما، انسان فهمیده، تحصیل کرده، بیاد از یک گروه ظالم و وحشی و ستمگر دفاع بکنه و جنایت هایی که اونها کردن و اون رو توجیه بکنه، به خاطر اینکه جنایت های قبل از اونها صورت گرفته بود. حالا این مطلبی رو که من در شروع برنامه نشون دادم، شاه عباس میره مثلا در بغداد قبر ابو حنیفه رو باز میکنه، یک سگ سیاهی رو در قبر اون میگذاره، بعد استخوانایی رو میبره در بیابان میندازه و نمیدونم، بعد شاه اسماعیل میاد 2 کالسکه رو وقف میکنه که بره هر کس میخواد بره توالت بره سر قبر ابو حنیفه قضای حاجت بکنه. در هرات چه جنایاتی کردن، در عراق چه جنایاتی کردن. سب صحابه یعنی در زمان صفوی خودتون دیگه قابل انکار نیست که یعنی الزامی شده بود. کسی که سب صحابه نمیکرد میگفت شاه اسماعیل میگفت گردنش رو بزنید. مشکل این است که ما گاهی اوقات تعصب سبب میشه که ما بدیها رو نبینیم، فقط 4 کار خوبی که انجام داده یا 4 بنایی که برامون ساختن خلاص بگیم که همینا فرشتهایی بودن که از آسمان برای نجات بشریت یا اینکه
اومدن یک محدوده جغرافی رو به عنوان یک وطنی برای تشیع یا برای ایرانیا این رو مثلا مرزبندی کردن، به خاطر همین اینا منجی عالم بشریت بودن و اینا قهرمانان ملی هستن. این اشتباس برادر عزیز. و هر سالم در همین ایران، هر سالم در ایران بزرگداشت علامه سید نعمت الله جزایری که آقای خامنه‌ای هم مشارکت میکنن و از ایشون تعریف میکنن. حالا ما میخوایم برگردیم به دوره ببینید من شما همین حرف من رو که به من زدید، ببینید در اون دوره مثلا مغول چه کرد، تیموری چه کرد، فلان خاندان در واقع میشه گفت حکمرانان اهل سنت بودن، چه کردن با مردم، چه بیدادی کردن که مردم حاضر به تغییر خلافت شدن و منجی خودشون میدیدن اسماعیل صفوی رو. تا لحظه‌ای که ایران فتح شد هیچ بحثی نبود. اقدامات بعدی هم کرد، بله کرد. بعد از اینکه ایران تثبیت شد اتفاقات بعدی افتاد، اما باز برای همه نخیر. تالشی استان فوق‌العاده بزرگی بود، یعنی تقریبا 4 تا مازندران امروزی سنی موند و سنی همون وقت تا الانش هم همینطوره. ارومیه کنار دست شاه اسماعیل، کردا، عربای جنوب، بلوچا، مشهد، ترکمنسرا اینا همه اهل سنت موندن. پس قصه چیز دیگری بود. ما بخوایم برش حرف بزنیم نمیشه. حالا من چی میخوام بگم؟ ببینید همین متن میخوام بخونم. بایزید نامه میزنه به اسماعیل از همین کتاب انقلاب بین الخواص و العوام که شما رفرنس دادین. دیگه از این که دیگه بالاتر که نیست که میگه جناب مبارز السلطنه پادشاه عثمانی که اتفاقا اگر پسرش سلیم این رو نمیکشت دنیای اسلام امروز یه رنگ دیگری داشت. اون سلیم بیرحم اومد که خود عثمانی‌ها بهش میگن یاووز یعنی بیرحم، اومد و تمام دنیای اسلام با آتیش کشید. جناب مبارز السلطنه صاحب فتح الجزیل و نصر الجلیل ابن سلطان حیدر صفوی جانشین کیخسرو لازم آمد فتوحات پی در پی که خود خطه وسیعه عراق و فارس را از وجود مظلمه آلود بایندریه پاک نمود تبریک و تهنیت بگویم. اگر ایرانیان از حکومت اتراک بایندریه خوشنود می بودند آن سیاستمداران آنقدر به راحتی نمی توانست ممالک را فتح کنند. ایرانیان ملتی بوده که تا وقتی پادشاه از خودشان نباشد به میل انقیاد نکنند. الحمدلله و المنه آن جناب نیز یکی از خاندان قدیم و ممدوح ایران و منسوب و صاحب انصار هستید. اولین بار بود که بعد از یه دوره یک خاندان ایرانی اومد. آیا کار بدی کرد؟ ما بحثی نداریم. بله اتفاقات جنایت هایی هم کرد، ولی من حرفم اینه که اگه عباس آدم بدی بود، حالا من حرفم شاه عباس اسماعیل نیست، چطور نقش شاه اسماعیل افتاد تو استکان نلبکی‌های خونه مردم نقش شاه اسماعیل رو همش توی خونه هاشون فلان بهمان شاه عباس کبیر لقب بود که نه الان بدن، مردم اون دوره دادن. پس اون دوره مردم یه چیز دیگه میدیدن، ما امروز داریم یه چیز دیگه میگیم. اوکی باش، یک لحظه تموم شد. یعنی شما در نام بایزید صحبت کردید، بیاید در مورد شخصیت بایزید صحبت بکنید. بایزید یک لحظه نه اون بحث صفوی است. بایزید برخلاف پدرش که یعنی همیشه تمایلی به جنگ و فتوحات داشت، بایزید صوفی مشرب بود، تمایل به صلح داشت، به آرامی داشت، به استقرار داشت. بایزید زبان فارسی رو مثل زبان مادریش بلد بود. بایزید به شعر و ادبیات فارسی علاقه‌مند بود. بایزید حتی با برادرش، نمیدونم در این مطالب رو خوندید در تاریخ یا نه، شعر به فارسی میگفتن. بایزید دیوان داشت مثلا، خود سلیم هم دیوان داشت، دیوان شعر فارسی داشت. به فارسی شعر میگفتن، به دیوان فردوسی و نمیدونم به شعرهای فارسی کلا علاقه‌مند بود. به مردم ایران به دید احترام و دوستی نگاه میکرد. دوست عزیز چرا از تخت استنبول سوی ایران تاختم، ماورا نهر را با تیغ خود غرقه در خون ساختم. این شعر سلیمه، چه علاقه به مردم الان یک لحظه الان این بایزید با این شخصیت و با این حکومتی که داره چیکار میشه؟ در زمان ایشون قزلباش‌های طرفدار صفوی‌ها حمله میکنن به مدارس، به مساجد، به مناطق ترکان عثمانی سنی. مدارسشون رو آتیش میزنن و مساجدشون رو آتیش میزنن، مردم رو قتل عام میکنن. و با این وجود بایزید میاد نامه مینویسه که شما این کارا رو نکنید، تعدی نکنید، تجاوز نکنید به سرزمین ما،
دست درازی نکنید فلان از این نصیحتش میکنه. استاد کی دست درازی کرد؟ قزلباشان ایرانی، همین صفوی‌ها. یعنی صفوی. اسماعیل صفوی. ببینید اصلا من کاری به نسل ندارم، میخوام با عقل کار دارم. اینا که درگیر فتوحات تو ایران بودن وقت نداشتن برن سمت عثمانی. بابا جان 4 طرف به 4 طرف نمیتونستن پنجه کنن. دوست عزیز در صفحه 850 نامه سلطان بایزید دوم به شاه اسماعیل صفوی، پارسا دوست، اسماعیل حقی اوزون جلد 2 صفحه 264 این مطالب رو مفصل ذکر کرده. همونطوری که شما از یک کتاب مطلب ذکر میکنید، منم از یک کتاب مطلب ذکر میکنم. مرزی بود. ببینید شما تعرضات مرزی، آلا اسمشو بذارید. دوست عزیز، دوست عزیز اون موقع ترکمن هایی که سنی که در مناطق مرزی، حالا شما بگین مناطق مرزی زندگی میکردن، سنی بودن. صفوی‌ها حمله میکردن، مالای اونا رو به تاراج میبردن، اونا رو میکشتن، مساجد و مدارسشون رو آتیش میزدن یا مجبورشون میکردن که سب صحابه بکنن یا شیعه بشن. خب این چیزا رو همین چیزا بعد فتح ایران بود، دوره از روز اول بود برادر عزیز. من لحظه پیش دوست عزیز الان ببینید دو مسئله تاریخی که من خدمت شما بیان کردم. میگه که با وجودی که سلطان بایزید یک آدمی بود که مردم ایران رو دوست داشت، ادبیات فارسی رو دوست داشت، تمایلی به جنگ نداشت، نامه می نوشت که از برای خدا ما شما مسلمانیم، دوستیم، برادریم، نکنید این کارا رو. چرا این کارو میکنید؟ خب اینام ترک بودن، اونام ترک بودن. اصلا همچین کارهایی وجود. ببینید حالا من یه چیزی بگم. در زمانی که اسماعیل داره ایرانو فتح میکنه یا ایران باش مشارکت میکنه، اولا یه سری قاچاقچی و دزد و فلان و کوفسرما تو تمام نقاط ایران بودن. خب میگرفتن جلوشون رو تا همین کار نمیشد. دوست عزیز میگرفتن جلوشون رو تا همین کار نمیشد. صفوی‌ها نمیتونستن جلوشو بگیرن. آقای محترم، نه ببینید دوست عزیز، یعنی 100 کیلومتر هم نمیشه تا پایتخت صفوی‌ها دزدا و راهزنا وجود دارن. اینجا رو ول میکنه، شاه عباس میره عراق رو فتح میکنه، 1000 و چند کیلومتر راه میشه. یعنی یک حرفایی بزنید که لااقل عراق تحت اشغال عراق بعد از شاه اسماعیل عثمانی‌ها اومدن عراق و سمت غرب رو اشغال کردن. شاه عباس قبل از صفوی‌ها عراق دست کی بود؟ دست کی بود؟ اصلا ایرانی وجود نداشت که دست کسی باشه. پس عراق چطور جزء خاک ایران شد؟ تیکه پاره بود. عراق که عراق عرب و عراق عجم که همیشه. ببینید من اصلا بحث اون ور نره، بحث صفوی بمونیم. ببینید من میخوام یه چیزی بگم استاد انصاری. حرف من اینه، در یه دوره‌ای که ایران داره توی این 6-7 سال با سرعت نور همه اومدن زیر تمکین صفوی که مردم نیومدن با زور و ارعاب مردم رو آوردن. مردم نیومدن. یک مسئله خوندم براتون که داره میگه مردم با انقیاد کامل، با رغبت من یه چیزی، اون قصه مال بعد تثبیت بود، مال بعد جنگ چالدوران بود که اسماعیل دچار افسردگی و فلان و توسل به زور و مسخره بازی‌های این تیپی. من میگم چرا دوره‌ها رو با هم قاطی می‌کنیم؟ من حرفم اینه. قاطی نمی‌کنم برادر عزیز. آیا شما اعتراف خودتون می‌کنید که تعدی‌هایی در مرز بین عثمانی‌ها و صفوی‌ها از خاک صفوی‌ها صورت گرفت؟ شما میگید راهزن بودن، قاچاقچی بودن، نمی‌دونم فلان بودن. اجازه نمیدید من بگم که خب اجازه دادن بگید کیا بودن اینا؟ آقا اینا کیا بودن؟ اینا کیا بودن؟ با 20 ثانیه. زمانی که تو ایران حکومت مرکزی هنوز مقتدر نیست، یعنی اسماعیل صفوی نتونست کل دور بکنه، هنوز درگیر مثلا کرمانشاه، مثلا خراسان، فلان جاست، مرز اینور خالی میمونه. قطعا یه سری راهزنی‌های اتفاق میفته. اما بعد از اینکه تثبیت شد حکومتش نامه زد به عثمانی، نامه زد که آقا ما دوست و برادر همین برادر بمونیم، معاونت کنیم. با یزید هم نامه محبت آمیز داد، بله باید این کارو بکنیم فلان، تا اینی که پسرش اومد دید باباش داره این دو تا دست دوستی میدن و فلان، زد بابا رو کشت، تموم شد رفت. نه این زد بابا رو کشت بابا جان، دوست عزیز، زد بابا رو کشت این رو شما اضافه میکنید. سلطان سلیم رو خود بایزید ولیعهد خودش تعیین میکنه. سلطان سلیم رو بایزید خودش ولیعهد تعیین میکنه. ولیعهد میکنه ولی
میزنه بابا رو میکشه میاد سلطان یعنی چی میزنه بابا؟ در کدوم مصدر گفته که میزنه بابا رو میکشه؟ بابا بایزید خودش مریض شد. بایزید خودش مریض شد. یک لحظه، بایزید خودش مریض شد از دنیا رفت. این که زد بابا رو کشت دیگه شما الان خلاف حرف شما رو بهتون اثبات میکنم. همین الان مصدر از کجا؟ جلد صفحه. الان چشم مصدر همین الان ببینید، از من تواریخ متقدم رو براتون میخونم الان اینجا جلوتر. یک کمی عجله کنید چون بینندگانی پشت خط هستن. نه چون سوال داریم، من میخوام از اون مصدر بگم که چطور نوشته شده که الان رسخی میکنم. ببینید من قبل از اینکه مصدر رو از روش هم بخونم الان بهتون میگم که نویسنده میگه اصلا شکی در این نیست که توسط پسرش سلیم کشته شد. نویسنده همون دوره، یعنی تو همون دوره داره مطلب مینویسه. این آخه خب بگید کی از کجا هست؟ از تاریخ خیلی قدیمی هم هست، تو همون مقطع اتفاقا. کی از اسم کتاب؟ همه مورخان صفحه فتوحات شامی صدرالدین هروی وقایع نگار سال 900 تا 930، یعنی تو خود حادثه شام صفحه فتوحات شاهی صفحه 442، همه مورخان درباره مسمومیت سلطان بایزید متفق القولند. ببینید که توسط پسرش سلیم این کار فرزند خود را چنان دعا کرد ای پسر بعد از مسمومیت، ای پسر شمشیرت برنده ولی عمرت کوتاه باد. یعنی بعد از اینکه مسمومش کرد همچین دعایی کرد براش که مثلا میگه همه مورخان، اینم براتون میفرستم، متفق القولن میگه. حالا شما اون مصدری که یه جا ممکنه سلیم رو بخواد تبرئه بکنه، یک لحظه، همین صدرالدین هروی کی است، از کجا هست؟ کی هست؟ حالا شما بریم تحقیق کنید متوجه بشید کی. نه کی هست، از کجا هست؟ توضیح بدم که این از یکی از وقایع نگارهای بزرگ آقای محترم، صالح، رکن الدین، ابن صدرالدین، ابن شرف الدین، ابن جلال الدین، محمد ابن جابر ابن شیخ عبدالله انصاری هروی هندی جوهری. یک مورخ هندی از هروی که حالا در هند زندگی میکرده اومده همچین مطلبی رو نوشته. الان زیست میکرد. دوست عزیز، بایزید بنابر قول شما سلطان سلیم بایزید رو در ترکیه کشته. آقای صدرالدین هندی در هند خبر شده، نمیدونم تلگراف زدن بهش، SMS فرستادن، در واتساپ بهش. یعنی چی؟ یک مورخی رو بگید که شخص معتبری باشه که مورد قبول باشه. شما یک مورخ عزیز دل برادر، شما یک مورخ ترکی رو بگید که در اون زمان حضور داشته باشه در اونجا. شما از فاصله 2000 کیلومتر اون طرف یک مورخ هندی رو برای من دلیل میارید که آقا گفته فلانی رو کشته. این که نشد دلیل. من یه مطلبی بگم. تشکر از شما دوست عزیز. تشکر. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم استاد انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد، یک چند سوال کوتاه از خود شخصیت شما داشتم، خواستم بدون تردید جواب بدهید. اگر در رابطه با موضوع برنامه است بفرمایید، خارج از موضوع برنامه باشه معذرت میخوام. من در صفحات مجازی مثلا در یوتیوب در نوتیفیکشن دیدم که شما کدام موضوع خاصی نگذاشتید، از این خاطر خواستم یک چند سوال از خود شما داشته باشم. سوالات فقهی است یا شبهات است؟ چی از سوالاتتون؟ در مورد شخصیت خودتون است، به خاطر که خواستم بیشتر با شما آشنا شوم. خب دوست عزیز، آشنایی دیگه در تلویزیون که نمیشه که با سوالات شخصی از من بکنید در تلویزیون. شاید من دوست ندارم که بفرمایید. خواستم شما از کدام کشور می باشید جناب استاد؟ هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. سوال بعدی. یعنی شما را میگن ایرانی هستید؟ من میخواستم بگم که شما واقعا از ایران هستید یا از افغانستان؟
از هر جایی که شما دوست دارید. سوال بعدی. و جناب استاد خواستم در مورد حدیث بپرسم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که شب مؤمن روز کافر و روز مؤمن یا شب کافر، اینمی مخصوصا کدام اشخاص بیان میکنه؟ میشه یار سعید به ما توصیف کنه که ما اونها رو بیشتر بشناسیم که دقیقاً کدام افراد میباشن؟ باشه چشم، در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما، زنده باشید. خب دوست عزیزمون در مورد یک حدیثی سوال کردن که این حدیث را من برای شما بیارم. از علامات قیامت است. در صحیح بخاری دوستان اگر که نشان بدن این حدیث رو، این حدیث در صحیح بخاری آمده، از جمله علامات قیامت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند، در مسلم هم هست که بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، یعنی که اعمال صالح انجام بدهید که فتنه ها مانند قطعای شب تاریک بر شما طاری می شود. یعنی فتنه ها پشت سر هم می آید. یعنی شب که میشه لحظه به لحظه همینطور تاریک شده میره. مثلا انگام اذان مغرب ببینید هوا کمی تاریک است، هر ثانیه هوا همینطور تاریک میشه. میگه فتنه ها همینطور پشت سر هم میان. یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، طرف صبح مسلمان است شب کافر میشه. او یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، شب مؤمن است صبح کافر میشه. صفت این انسان ها چی است؟ یبیع دینه بعرض من الدنیا، دین خودش را در مقابل متاع اندکی از دنیا میفروشد. این یکی از علامات قیامت است. یکی از علامات قیامت است. از یکی از علما در یک مجلسی کسی پرسید، گفت که آیا ما در زمانی زندگی میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در آخر زمان کسی که ایمانش رو دینش رو نگه داره مانند این است که آتش گداخته ای رو در دستش نگه داره. یعنی اینقدر سخت است دین رو نگه داشتن. اون عالم خندید، گفت که این زمان گذشته است. امروز ما در زمانی هستیم که انسان صبح مؤمن است شب کافر میشه، شب مؤمن است صبح کافر میشه. دین خودش رو در مقابل متاع اندکی میفروشه. و چه بسیارن کسانی که امروز ما، این البته قضیه صبح و شب این یک مثال مجازی است. امروز میبینیم که عالم، دعوتگر، مسلمان همه چیزم میدانه، در مقابل مثلا ماشی که از آمریکا میگرفتن، چقدر از علما، چقدر از دعوتگرانی بودن که در همین زمان جمهوریت حق رو پنهان میکردن، در کنار ظالمین ستمگران می ایستادن و می دیدن همه چیز رو با چشم سر، اما زبانشان بسته بود. انگار چشمانشان کور است، زبانشان گنگ است، گوشانشان کر است، نمیشنوند. امروز مثلا ملت فلسطین رو ببینید در چه وضعیتی وجود دارن، ظلم و ستمی که در اونجا صورت میگیره. علما، دعوتگران، جهان اسلام، مسلمان ها هیچ، اصلا یک لحظه یک احساساتی میشه، یک کلیپی رو میبینه در فیسبوک یا در یوتیوب یا در واتساپ، کسی براش یک کلیپی رو میفرسته، 2 دقیقه بعد ببین که همون وضعیت است، هیچ تغییری نکرده. این صفتی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنن در مورد اقوامی که در آخر از زمان، مسلمان های که در آخر از زمان هستند. چه بسیارن امثال این مردم در بین ما. دینش رو در مقابل دنیا فروختن این است که طرف امروز از کوچه و بازارمون نگاه بکنیم، به خاطر که یک جنسش رو، جنس بدی رو به یک برادرش بفروشه،
صد تا قسم میخوره، دین رو وسیله قرار میده به خاطر به دست آوردن مال حرام. و این از جمله علامات قیامت است که متاسفانه امروز ما شاهدش هستیم در بین امت اسلامی. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید شما، همکاران تکنیکیتون و تمام بیننده‌های سلامت باشید. تشکر از شما. خیر باشید استاد. من یک نظر داشتم درباره از یک تهران، پایتخت ایران هم است، بسیار بزرگ است. مگم دهی کنیسه یهودیا وجود داره، دیگه کلیسا وجود داره، حتی از آتش پرستی هم هست. مگم چرا یک مسجد اهل سنت به اونجا نیست که مردم جمع بشن یک نماز خود بخوانن؟ این دلیلش چی است استاد؟ همه افغانستان هم میگن که بسیار یک کشور دیمور چیز نداره، مثال حقوق مردم چیز نمیشه و اینطور میشه. هر کس از هر جای سر افغانستان مثال فشار میاره. مگم دمی افغانستان که بریم دمی هر جای مساجد همی شیعه ها هستن، در اونجا نماز میخوانن، امنیتشان گرفته میشه. دیگه استاد همی درباره از این منظره چیزای شما را میخواستم که چی نظر داریم در این بالا؟ تشکر از شما. صحبت میکنم. تشکر از شما. ببینید، بعد از انقلاب خمینی به رهبران اهل سنتی که خمینی یک منافق خیلی بزرگی بود، یعنی در وقتی که انقلاب کرد همه رو فریب داد، اهل سنت رو فریب داد، کمونیستا رو فریب داد، یعنی توده‌ای‌ها رو فریب داد، لیبرالا رو فریب داد، همه رو فریب داد، سیکولارا رو فریب داد. به همه وعده داد که ما حکومت اسلامی درست نمی کنیم، ما میایم یک حکومت آزادی بیان درست میکنیم و خلاصه هر کی رو بهش حق میدیم و حتی آخوندان نباید که در حکومت باشن. کلیپ معروفی ازش هست که گفته بود که روحانی ها نباید رئیس جمهور بشن، یعنی در حکومت. و حتی مثلا به مولانا عبدالعزیز و کاک احمد مفتیزاده و علمای رهبران اهل سنت ایران وعده داده بود که برای اونها اجازه ساخت یک مسجد رو در تهران بدن. اما شاید کسانی که در اطرافش بودن یا بعداً خباثت خودش بود الله اعلم، حتی زمینی را مشخص کرده بودن که برای مسجد اهل سنت اختصاص بدن، اما این کار رو نکردن. دلیلش چی است؟ چرا این کار رو نمی‌کنن؟ چون شما باورتون نمیشه که در همین ایران و در تهران پایتخت ایران صدها هزار شیعه‌ای که سنی شدن، نه از الان، از تقریباً از یک حدود 45 سال پیش، 50 سال پیش که این حرکت ترک تشیع شروع شد در بین علمای شیعه مانند صالح نجفی، صالح نجف آبادی، آیت الله صالح نجف آبادی، آیت الله خوئینی، آیت الله ابوالفضل برقعی، حیدر علی قلمداران، خیلی از بزرگان از علما و از مراجع شیعه که اینها همون خرافات و خزعبلات تشیع رو ترک کردن و بعضیشون علنا آمدن مثل آیت الله ابوالفضل برقعی سنی شدن و بعضیاشون به عنوان یک مصلح مانند آیت الله صالح نجف آبادی به عنوان یک شیعی مصلح، یعنی کتاب جالبی داره به نام عصای موسی، بخونید خیلی کتاب جالبی است. اینها به عنوان مصلحین در داخل تشیع ماندن، یا شاید بنابر اسبابی اعلان نکردن اینکه ترک کردن کاملا این مذهب رو، و یک روند سریعی در نشر توحید و عقیده اهل سنت و جماعت در تهران، در پایتخت ایران شروع شده بود، البته قبل از انقلاب خمینی. اینا دیدن که اگر در اینجا یک مسجدی درست بکنن که محل تجمع و تمرکز اینها شود و دیگه خب مسجد که درست کردن دیگه نمیتونن که مانع بشن که کسی بیاد اینجا نماز بخونه
و اینها اینجا جمع میشن، با هم دیگه آشنا میشن. این کسایی که هدایت شدن با اهل سنتی که در اونجا زندگی میکنن و تعداد زیادی از مهاجرین سنی افغانستان هستن در تهران و این یک مرکزی میشه برای اینها. از ترس این که اینها یک مرکزی برای خودشون ایجاد بکنن و در اینجا تمرکز بکنن و با هم دیگه آشنا بشن و از هم دیگه متاثر بشن، یا شیعیانی که در تهران هستن این وضعیت رو ببینن و به خاطر نارضایتی که از عملکرد آخوندها در بین مردم ایجاد شده سبب بشه که تشیع رو ترک بکنن، به همین دلیل اجازه ندادن و حتی مساجدی که در بزرگ شهرهای ایران بود خراب کردن. در مشهد مثلا یک مسجد خیلی بزرگی بود، مسجد شیخ فیض مشهد، اون رو خراب کردن و حتی اجازه ساختن مساجد در خیلی، تنها تهران نه، در خیلی از شهرهای بزرگ ایران نمیدن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وقت شما بخیر جناب استاد. خیلی وقت هم کلام نشده بودم، ان شاء الله که صحتمند سرحال باشید استاد بزرگوار. سلامت باشید، زنده باشید، الله مطالعه حفظتون کنه. خیلی ممنون جناب استاد. من شب جمعه هم چندین بار زنگ زدم، نه تماسم برقرار نشد. من سوالم یه ذره از عنوان جداتر هست. اگه میخواید من دوباره شب جمعه ان شاء الله مزاحم بشم الان، چون خلاف موضوع برنامه نشه. والا وقتم کم مانده، سوالات شما هم که ماشاءالله تبارک الله باید پاسخهای طولانی داده بشه. 4 دقیقه وقت داریم، ان شاء الله روز جمعه در خدمت شما خواهم بود. تشکر از شما برادر. حتما در خدمت شما حاضر میشیم جناب استاد. تشکر از جان، سپاس. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. سلام علیکم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام، شما دارم خوب است؟ سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. زنده شبکه نور بفرمایید. بسیم برنامه خود استاد انصاری میخواست تماس بگیرم. بفرمایید، دارید با من صحبت میکنید برادر عزیز. استاد چه حال دارم؟ خوب هستم؟ بخیرین؟ سلامت باشید. تشکر از شما. برنامه شما قابل قدر همیشه برنامه شما دنبال میکنم. اما چیز استاد من همیشه چند میل با دیگه برشما کردم که نگاه کردم درباره به آخوندها مثل افغانستان، مثلا پیش از جمهوریت نمیشه میگفتن که حالا که مثلا داره طالبان واسه همه آخونده هستن، حالا باید حقیقت نمیگم. نمیفهم شما همیشه آخونده داره جمهوریت شما گفته آخونده پیغه میکنم واقعیت نمیگم. هم آخونده فعلا هم هستم، هم آخونده نمیتون نظرش ما داریم از چی کنم. درست باشه، در این مورد هم صحبت میکنم. تشکر از شما. تشکر. زنده باشید. موفق باشید. جالب است برادر عزیز، همون کسایی که دیروز مثلا در حکومت جمهوری بودن، از امریکا حقوق میگرفتن، همونا امروز ریشه یک کمی بلندتر گذاشتن، اماما رو یک کمی عوض کردن. سابق اماما امتصاف سیده میزدن باب دل اشرف غنی و دکتر عبدالله، امروز امامای گدوات میزنن مثل برادرای امارت، خودشان رو در بین امارات اسلامی جا زدن. یعنی متاسفانه یعنی جالب این است که امروز و یکی از مشکلاتی که امروز وجود دارد در امارات اسلامی این است که انسان‌های مخلص، انسان‌های مجاهد، انسان‌هایی که خون دادن، جان دادن، فداکاری کردن، امروز اونها خانه‌نشین هستن، امروز کسی به اونها توجه نمی‌کنه و همون چاپلوس‌ها و همون منافقینی که دیروز هم در کنار آمریکا و در کنار جمهوریت بودن، امروز در این نظام هم همینا صاحب قدرت و صاحب سلطه هستند. از یک طرف دیگر صوفیایی که همین سیفیایی که نه در جهاد شرکت کردن، نه قربانی دادن، صبح تا شام مشغول رقص و بازیگری در مساجد بودن، اینا امروز اینا سر قدرت هستن، اینا در بعضی از موارد مهم تصمیم میگیرن، اینا بعضی از کارهایی رو میکنن که هم برای اسلام و هم برای مسلمان ها و هم برای امارت اسلامی غیر از بدنامی چیز دیگری ندارد. تشکر بسیار زیاد از تک تک شما عزیزان. عذرخواهی میکنم از دوستانی که پشت خط ماندن
به پایان برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با آن روی سکه در خدمت شما عزیزان هستم، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني